انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه داخویانیک درباره چالاکی مانگرتنا لدیجی بریارا پد یا گرتنا دبستان و پیمانگه ها الباجار قامشلو و ایریشا پد لسر مانگرتنه بلاف کر. داخویانی دا انا کسی را گهاند. لسر بانگا ریخستنا جواکا سیویل یا جبوی انجام دانا مانگرتنه جبوی رد کرنا بریارا ریوبریا پد یا گرتنا پیمانگه و دبستان تایبت و بیپار کرنا به هزاران خواندکاران دستکفتین خواهیم خواندنه به صدان والاتی لگل خواندکاران داکتن کولانان و لبر بارگه ها نتوین یک گرتیل باجار قامیشلو چالاکیا مانگرتنه پیک آنین و درشمن شرمزار کرنا بریارا گرتنه و داخازا را کرنا و وگراندن هیویال خواندکاران بلند کرن. هروها انا کسی داخویانی دا گوت سروکتی انجمن اجتماعی یا کردی مانگرتنه دا گوتارک پیشکش کر و سپاسیا ولاتیان کر جبوی برسفدان وان جبوی بانگشه و بشداری وان وکه نشانا هفخمی خو بخواندکاران را و داخازن وان این رواج جبو پاراسنا پیشروژ وان. انا کسی بردوامی داخویانی خدا گوت چکدارن پهده بدار زوره او بوتونبیلن که در باسی ناف خو پیشاندانا بونه هولدان که چالاکی مانگرتنه بشکینن هروها گلگش خو پیشانداران گرتن و دست داین سر آلاوین موبایل و ریگریل کشاندنا دیمن مانگرتنه و ایریشا وان این هووانل سر خو پیشاندارن آشتیانه کرن. انا کسی سربار کرو گوت ام داخواست دکن که در فد شخواندکاران را به داین که خواندن خو بردوام بکن هروها او کریا را چکدارن که ایریشی خواپیشانداران کرنه شرمزار دکن و داخوازا آزاد کرنه کسین که هاتنه رواندن و وگراندن تشتی که جوالاتیا دزینه تاوی تلفون و کمیران دکن.